از این تنگ ساده رد نشین. اینجا جاییه که یه فرمانده ایرانی با 12,000 نفر تونست یه سپاه 400,000 نفری رو شکست بده که یه شاهکار نظامی بود. زمان خودش هیچ کس حریفش نبود، حتی فردوسی بزرگ هم ستایشش می‌کرد. نه افسانه است نه دروغ تاریخی. اون از نوادگان فرماندهان بزرگ اشکانیان بود، مردی قوی هیکل، بلند قامت که فریادش تمام دشمنان ساسانیان و ایران رو لرزوند. اسپهبد بهرام مهربندک، معروف به بهرام چوبین، اصالت مازندرانی داشت و به خاطر قد بلندش بهش چوبین میگفتن، چون مثل یه تنه درخت بود. زمانی که ترکای خاقان به مرزهای ایران حمله کردن، 12,000 سوار نظام همه بالای 40 سال رو جمع کرد و به لشکر 400,000 نفری اونها درس بزرگی داد. بهرام با زیرکی تمام با تیرهای شعله‌ور آرایش سپاه دشمن رو به هم ریخت، با 2000 سوار نظام به جایگاه فرمانده لشکرشون یورش برد و با کشته شدن فرمانده لشکریان از هم پاشیدند. کل این جنگ فقط یک روز طول کشید و از شگفتی‌های تاریخ نظامی دنیاست. به عشق تمام قدرتمندان ایران زمین لایک کن.